سلام دوستان، امیدوارم هر جایی که هستین حال دلتون خوب باشه. امروز دستور پخت نون محلی و خوشمزه استان هرمزگان براتون آوردم. بریم که با هم درستش کنیم. ابتدا آرد و الک میکنیم و میریزیم توی کاسه بزرگ و مناسب و مواد خشک که شامل 2 فنجون آرد برنج، 2 قاشق غذاخوری شکر و 3 قاشق غذاخوری خمیر مایع فوری هستش به همراه 2 قاشق چایخوری نمک و 2 قاشق چایخوری بیکینگ پودر اضافه میکنیم. حالا 2 قاشق چایخوری پودر رازیانه و 1 قاشق چایخوری پودر هل رو هم اضافه میکنیم و همه مواد خشک رو با هم قاطی میکنیم. بعد 2 فنجون روغن مایع رو اضافه میکنیم و ورز میدیم تا حسابی روغن به خورد آرد بره و همینطور که میبینید آرد 1 دست بشه. برای این نون ما به جای آب از شیر ولرم برای خمیر کردن استفاده میکنیم. من 1.5 لیتر شیر داشتم که کم کم به آرد اضافه کردم و مرتب ورز دادم تا خمیر منسجم و نسبتاً سفتی به دست بیاد و اینقدر ورز میدیم تا وقتی که خمیر به راحتی از ظرف جدا بشه. فقط حواستون باشه که شیر رو کم کم به آرد اضافه کنید که بتونید راحت خمیر رو جمع کنید. روی خمیر رو میپوشونیم و به مدت 2 ساعت در محیط آشپزخونه میذاریم تا استراحت کنه و به اصطلاح خمیر ور بیاد و حجم اون 2 برابر بشه. حالا خمیرای ما آماده هستن. به اندازه 1 نارنگی از خمیر برمیداریم و چونه میکنیم. چونه ها هم باید به مدت نیم ساعت استراحت بدید. یادتون باشه چونه ها هم حتما بپوشونید تا سطح خمیر خشک نشه. بعد با وردنه یا هر وسیله مناسبی که در دسترس دارید چونه ها رو باز کنید و خمیر رو به شکل دایره پهن کنید، تقریبا به قطر نیم سانت و دوباره چونه های باز شده هم نیم ساعت دیگه استراحت بدید. حالا خمیرها آماده پخت هستن که من به 2 روش پخت کردم. یه سری رو تو ماهیتابه روی اجاق گاز پختم. کف ماهیتابه رو حتما چرب کنید تا خمیر به کف ماهیتابه نچسبه. اگه ماهیتابه به اندازه کافی داغ باشه در حد 1-2 قطره روغن کفایت میکنه. یه طرف نون که پخت برش میگردونیم و طرف دیگه‌ش هم بپزه. دوستان اگه این ویدیو رو دوست داشتید ممنون میشم کانال منو سابسکرایب کنید و برام کامنت بذارین که از کدوم شهر این ویدیو رو تماشا میکنید. این نون تو منطقه ما به اسم نون شلیته یا نون خلیجی معروفه و تو خیلی از شهرستان‌های استان فارس مثل عوض و لارگیراش هم پخت میشه. من با 2 کیلو آرد حدود 30 عدد نون داشتم که تقریبا کمتر از نصفش رو تو ماهیتابه پختم و بقیه خمیر رو بردم تو حیاط و با تنور خانگی پختمشون. که همینطور میبینید خیلی راحت میشه از این تنور خانگی استفاده کرد. این نون بافت نرم و لطیفی داره و با مهیاوه و روغن خیلی خوشمزه است. مهیاوه هم یه سس بسیار مقوی و خوشمزه مخصوص جنوب ایرانه که تو استانهای هرمزگان و فارس طرفدارای زیادی داره. اما اگه شما مهیاوه دوست نداشتید میتونید بهش پنیر یا عسل یا حتی با تخم مرغ هم بخورید. نوش جون.